و مانع بعدی، مانع بسیار مهم، ظلم و ستم. بله. کسی که ظلم میکنه، اگر قرار من مستاجر یک مالکی باشم، سر سالم 100,000 تومان حقوق داشتم ماهانه مثلا اجاره خونه میدادم، حالا اومدم چون مالکم میبینم آقای مستاجر منم مستاصله، بیرونش بکنم به این راحتی جاگیرش نمیاد، هر قیمتی بگم مجبوره بده. میگم آقا شما به جای 100 تومان 150 تومان بده. هی عز و ناله و آقا رحم کن، آقا فلانه، آقا وسط سال من خونه گیرم نمیاد، مدرسه بچه‌م دچار بحران میشه. من دارم ظلم میکنم. این ظلم رو خدا داره میبینه. بعد من هی میبینم تو زندگی خودم کلاف سردرگمم، پول زیاد دارم ولی گرفتارم، شب آرامش ندارم، هی به در و دیوار میزنم، متوسل میشم به این به اون، یک معضلی در زندگی من میاد، درد شگفتی ایجاد میکنه در فرزند من، بر زن من، نمیدونم از کجا خوردم. میرم سراغ خدا، میگم پس کون رحمانیتت. طلبکارم میشم و یقه خدا رو میگیریم. بله. خیلی طلبکارانه، حواسم نیست که بابا وضع خودم خرابه، خودم خرابش کردم. ظلم و ستم. من با شما قراردادی رو امضا میکنم، میگم این میزان کار برای من بکن، ولی به عهد خودم عمل نمیکنم. این مقدار زمینی ترش بکنیم. حتما. آقا با کسی قرار میگذارید براش یه پروژه‌ای رو انجام بدید، بنایی بکنید، برقکاری بکنید، نمیدونم هرچی، خیلی عادی. طرف میاد کارو شروع میکنه، بعد میبینه چون کار گره خورد، شما نمیتونید رو به کسی واگذار کنی، میره 10 تا کار دیگه میگیره، اعصاب شما رو خورد میکنه. بله. روحیه شما رو نابود میکنه، ولی کارت هم انجام میده، اما نه در پروسه تعهد خودش. پس داره به وقتی که از شما ضایع میکنه ظلم میکنه. اینا ظلمه، اینا ستمه، در مقام خیلی عادی و رفتاریش، در شؤون مختلف. من رئیس یه اداره هستم، به زیردستی خودم ظلم میکنم، بی خود عقاب و ثواب میکنم، بی خود تنبیه و تشویق میکنم. و هر کسی با مقیاس خودش ببینه ظلم هایی که روا میکنه به بچه خودش. بله متاسفانه. با خشم بچه خودش رو عصبانی میکنه. میام تو خونه طاقت نداره من تحمل کنه. به محض اینکه میگم بابا داره میاد وارد خونه میشه، اصلا فضای خونه عوض میشه. اینا ظلمه. من چون شدم پدر خانواده، حالا امر اقتصاد خونم در اختیار منه، من حق ندارم هر جور میخوام تو خونه خودم روا کنم. مادر بزرگم گفت ماستا رو کیسه کنی. این میشه ظلم، این میشه قد ستم. بعد اون وقت من که به ظاهر متدینم، سبوح قدوسم میگم، سبحکم الله هم میگم، تسبیح هم دستم میگیرم و میام تو خونه انقدر خشنم که اصلا کسی حال نداره من تحمل کنه، به واسطه یه روحیه بدی که تو خونه دارم ایجاد میکنم، من ظلم میکنم به اعضای خانواده‌ام. بعد میگم خدایا چرا جواب من نمیدی؟ خب نمیده این خدا، چون داری خلاف قوانین ارتباط با خدا رفتار میکنی. ظلم و ستم. امام علی علیه السلام میفرماد خداوند عزوجل به عیسی ابن مریم علیه السلام وحی فرمود که به اشراف بنی اسرائیل بگو که من دعای هیچ یک از شما و هیچ یک از کسانی را که مظلمه ای به گردن دارن اجابت نمی کنم. ظلم اجابت نمی کنه. حق الناس گردنمون باشه، پولی از کسی گرفتیم نمیخوایم بهش بدیم، اذیتش میکنیم، داریم ظلم میکنیم. بعد وقت میخوایم خدا به ما نگاه کنه، بعد میگیم ما هی میریم مثلا دعا میکنیم، به امام رضا متوسل میشیم، ولی جوابو نمیگیریم. مشکل داریم. این خورده شیشه هاست. این که همیشه میگم باید بستر فراهم باشه، زمین و زمینه ها رو فراهم کنیم تا زندگیمون زیبا بشه. کی زندگی ما زیبا میشه؟ وقتی من از خدا اجر میخوام بهم بده دیگه. ها؟ طبیعتاً برای ما که اینجوری. حالا چرا زندگیمون زیبا نمیشه؟ چرا هرچی خدا میخوایم به ما نمیده؟ بچه خوب میخوایم نداده، فرزند میخوایم نمیده، نمیدونم و ده ها مؤلفه. یه مقدار بریم نگاه کنیم به لقمه هامون، به ظلم هامون، به روابطمون، اخلاقمون، مناسباتی که بین ما و مردم حاکمه. روایت با ما اینجوری داره میگه. میفرماید امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند عزوجل فرمود سوگند. ببینید سوگند خداست، اینا قانون زندگیه. اگه میگیم کجامون لنگه بریم سراغ اینا. خداوند میفرماید سوگند به از عزت و جلالم که دعا و نفرین ستم دیده ای را در حق ستم کننده بدو که خود نسبت به دیگری چنان ستمی را روا داشته است اجابت نمی کنم. قسم خورده خدا. حالا هی بریم متوسل بشیم، نمیده. قسم خورده نمیده. اگه بده خلاف قسمشه، خلاف قسم خلاف قانونه، نمیده خدا. ستم نکنیم.
انقدر هی دنبال حال هم گرفتن نباشیم. بذار امروز یه حالی ازش بگیرم بفهمه با چی طرفه. بابا داری حال خودت رو میگیری، نمیفهمی. توی که داری نقشه میکشی برای کسی دیگه، داری نقشه برای بدبختی خودت میکشی. اینا قوانین زندگی است. بعد میگیم چرا حالمون بده، چرا گرفتاریم، نمیدونم چرا زندگی من کلاف سردرگم شده. این مسائل رو رعایت نمی‌کنیم. اگر میخوایم دعامون شنیده بشه، تا هر چی خواستیم خدا به ما بده، یقین زمین و زمین فراهم. بعد ببینیم اگه خدا نداد